وکیلان پارلمانت قرقیزستان با سازشنامه درباره مقام پایگاه نظامی روسیه در این کشور آسیای مرکزی اصلاح وارد کردند. بر اساس تغییراتی که روز 12 ایون قبول شد، نرخ سالانه اجاره زمین پایگاه افزایش می‌یابد. در نتیجه آموزش توپوگرافی زمین پایگاه معلوم شده است که حدود آن نظر به آن چه که در سازشنامه پیشینه ذکر شده است 58 تا از 132 هکتار بزرگتر می باشد. به اطلاع مقامات قرقیزستان پایگاه نظامی روسیه در 924 از 152 هکتار زمین جایگیر است. بعد از تغییر رقم‌ها در سازشنامه قیمت اجاره سالانه پایگاه $291,600 بیشتر شد. تا این دم روسیه سالانه برای اجاره زمین پایگاهش در قرقیزستان $4,502,495 می سپارید. طرح قانون در قرقیزستان بحث زیاد ایجاد کرد، چون برخی از کاربران اینترنت سازشنامه اجاره زمین پایگاه را تحت شبهه قرار دادند. آنها گفتند بر اساس سازشنامه خط پرواز در پایگاه نظامی در شهر شمالی کنت در جریان تعمیر و بعد آن بر روسیه ربط خواهد داشت. در طرح قانون نو آمده است که ستاد کل نیروهای مسلح قرقیزستان به سازشنامه تغییرات وارد می نماید و این تغییرات بعد انجام مهلت این سند بازگردان انشاءات را به قرقیزستان پیش بینی می کند. پایگاه نظامی کنت سال 2003 با تشبث سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی یا خود ADKB باز شد. به این سازمان اینچنین روسیه، قرقیزستان، ارمنستان، بلاروس و تاجیکستان شامل هستند.